ابن سینا، نامی که در جای جای مالزی بر سردر مؤسسات علمی، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های طب اسلامی خوش می‌درخشه. طب اسلامی کار میکنن و برای بررسی کم و کیف ماجرا به اتفاق رایزن فرهنگی کشورمان راهی یکی از مراکز طب اسلامی به نام اوسینا یا همان ابن سینا شدیم، نامی کاملا آشنا در میان مالزیایی ها. برای درمان فشار خونم زالو انداختم. این روش ابن سینا دانشمند ایرانیه که خیلی هم مؤثره. اشفیه و انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. دارم با رگزنی و خونگیری غلظت خون و کبد چرب این بیمار را درمان میکنم. استقبال از درمان به روش طب اسلامی در مالزی و اندونزی نسبت به طب سوزنی چینی ها بسیار گسترده تره. ما اینجا از روش های سنتی اسلامی حجامت، رگزنی یا همون فست و زالو درمانی که در کتاب قانون ابن سینا اومده برای درمان بیمارانمون استفاده میکنیم. کتاب‌هایی از ابن سینا به ویژه در زمینه طب اسلامی که در نسخه‌های متعدد در مالزی ترجمه و چاپ شده. قانون ابوعلی سینا در جنوب شرق آسیا بسیار شناخته شده است. هم خود کتاب، هم کتاب‌هایی که به زبان مالایی و به زبان عربی از این کتاب برگرفته شده بیش از 10 کتابه در حوزه‌های مختلف، در حوزه حجامت، در حوزه فست، در حوزه زالو که اینها روش‌های مختلف درمانی است. نام ابن سینا در صفحات تاریخ جهان اسلام به عنوان نمادی از عظمت و شکوه علم و تعقل آمده. ما در مالزی صدها بیمارستان، دانشگاه، مؤسسات علمی فرهنگی و مراکز طب اسلامی را به نام این دانشمند فریخته ایرانی مزین کردیم. ایشان جایگاه ویژه‌ای در حوزه دانش پزشکی و سهم عمده‌ای در ساخت تمدن بشری دارد. جالبه بدونین با توجه به جایگاه ابن سینا و علاقه‌مندی مردم مالزی به این شخصیت برجسته علمی که طلایه‌دار طب اسلامیه، دولت این کشور قراره سالروز تولد ابوعلی سینا رو به نام روز طب اسلامی در تقویم ملی مالزی ثبت کنه. اسماعیل پوراج، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.